حدیث 1944 عایشه میگوید آیه سنگسار و آیه رداع کبیر شیر دادن به بزرگسال زیر تخت من بود، ولی زمانی که رسول خدا وفات یافت و ما مشغول تدفین وی شدیم، بز آمد آن را خورد. حدیث شماره 1944 سنن ابن ماجه. میریم به تصحیح روایت. تصحیح اول، از اینجا میخوانیمش. وقتی که آیه رجم سنگسار و رضاعت کبیری و رضاع کبیر اشرن 10 بار آمده بود، ولقد کان فی صحیفة تحت سریری، و در زیر رخت خواب ما بود. فلما مات رسول الله صلی الله علیه و سلم و تشاغلنا به موته، وقتی که رسول الله فوت میکنه ما مشغول مرگش میشیم. دخل داجن نامراد، بزغاله نامراد داخل شد، فاکلها و نوش جانش کرد. راوی عایشه ام المؤمنین، محدث البانی، مصدر صحیح ابن ماجه، صفحه او رقم 1593، خلاصه حکم محدث حسن می باشد. کجا ضعیف است؟ یک تا. دومی، همچنان آیت الرجم و رضاعت، آیه رجم و رضای کبیر آمد. تشاغلنا به موته فدخل داجن فاکلها، بز آمد خوردش. راوی قاسم ابن محمد، محدث ابن حزم، کتاب دوم، مصدر المحلا، صفحه و رقم در خدمتتان، خلاصه حکم محدث. ببینید نزدیکش میکنم، بسیار زیاد نزدیکش میکنم. صحیح 2 تا. برم پایین تر برایتان بیارم 4-5 تا دیگه تصحیحش را در کتابا. عایشه بزرگوار که خودش خواهرای خود را میگفته که به مردای دیگر شیر بتین از سینایتان، اینم روایتش تصحیح شده. اسنادش صحیح است. فتح الباری است کی؟ ابن حجر اسقلانی در کتاب خودش آورده این مسئله را. اینا روایاتی هستند که همه احکامشان صحیح است. و همین آیت در کتاب مستدرک الصحیحین همچنان صحیح علی شرط بخاری، به شرط بخاری صحیح است. خب دیگه کجا ببریم ما؟ آیت را بز خورد نخورد، روایت صحیح الاسناد است نیست. حالا میارن چیزی را به نام علم الرجال که چیکار کنن؟ هر جفنگی که به نفعشان باشه اون جفنگ را صحیح معرفی کنن، هر جفنگی که به ضررشان باشه اون جفنگ را ضعیف معرفی کنن. این کارشان است. خب میریم به طرف مسئله بعدی. حالا یک دوست دیگر هم ما بالا میارم بشنویم ایشان را.